این بارم که باشه نوبت کیا سراتو هست. سلام دوستان، محمد ما خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم میگیم پلی خفن از بازی اسطو کورسان با کیا سراتو. قبلا زانتیا پیش 400 بند رفتیم، اومدیم کیا سراتو رو ببینیم چه مرد علاجه. قبل از اینکه ویدیو شروع کنیم چه مردم کنیم سابسکرایب زنگو بزنید، کوی به من رجی میدید، اسم ویدیو بذارم و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ببینید اینم شما و اینم کیا سراتوه. صدا ببینیم چطوره. چی؟ یا بلفا صدا شما از زانتیا بهتر، ولی فکر نکنم به 405 برسه. صدا 405 همون صدا الیکسه و این نیتروژن اگزوزش عجب صدایی میده. بریم از داخل ظاهر ماشین ببینیم. عجب ماشینیه. خب قبلا زانتیا دنده 5 بود، پژون دنده 5 بود. ببینیم کیا سراتو دنده چند. الان دنده 1. خب بریم دنده 2. دنده 2 الان رفتیم. دنده 2 دنده 3 دنده 4 دنده 5 دنده 6. گفتم کیا سراتو 6 دنده است. فکر نکنم سرعت این ماشین به 405 برسه. زانتیا نمیدونم، فکر کنم زانتیا برسه 405. عجب سرعتی داشت حاجی، عجب سرعتی داشت. الان ببین سرعت، یعنی کیلومترش به 220 سپر کرد، ولی پایین تر از 220 نمیره. همون 220 ببینید 220. اینم از ماشین. اصلا ماشین بیشتر از سرعتش اصلا نمیرسه حاجی. بازی باگ شد اصلا ماشین تازه راه. اینم از باگ، اسطو کورسا باگ. بریم مپ رو عوض کنیم. چه مپی بذاریم؟ جوین رو بزنیم. به اینم میگه چون قبلا اینجا بود سلطان. خب دوستان تو کامنت ها حتما به من بگید پارت بعد چه ماشینی باشه. زانتیا رو دیدیم، 405 رو دیدیم، کیا سراتو هم دیگه شما دارید میبینید. پارت بعد بگید چه ماشین باشه. بگید، من تو کامنت ها براتون تا بذارم. خب الان منتظریم که بازی اسطو کورسا بیاد بالا که گیممون رو بزنیم، عشق کنیم. الان منتظرم که گیممون بیاد بالا. همین دیگه، منتظریم بیاد بالا و گیممون رو شروع خواهم کرد. ماشین عجب صدایی میداد. 405 فکر کنم از الیکس هم بهتر بود. خدای عجب صدایی میداد. ما تونیم که سراتو بیاد تستش کنیم. چند مرده علاجه. اصلا به 405 نمیرسه. ماشین که تست کردیم به 405 نمیرسه. نوبتی هم که باشه نوبت سراتو. خب دیگه اینجاش بستگی به سیستمتونه. ببینید اولیاتش اینطوری باگ این مپه. ببینید باگ. الان من باگ برطرف میشه. این چراغات هم بشم باگمون برطرف میشه. اینجاست بستگی به دمتون داره که من دم قبلی خیلی عالی دارم. الان این زودتر باگ رفت میشه. خب خدا رو شکر باز باگ رفت. و بریم از کجا بریم؟ از این طرف چه اپی انتخاب کرده خداوکی. جاد کوچیکه حاجی. دست فرمونش خدایش از 405 زانتیا بهتره. دست فرمونش از این ماشینا عجب مپیه این. دست فرمونش از همه ماشینا بهتره. بکنم دنده آخره، دنده 6 داریم میریم. ببینم خودش بشد ماشین خود. ببینید چون
دنده شیشی، بعد ماشین ترمز کردن داره میره، خیلی زورش میاد به دنده 6 برسه. ببینم انگار ماشین اتوماته، فقط داریم گاز میدیم. فکر کنم لاستیکش داره گیر، فکر کنم، نمیدونم. و این چه ماشینیه؟ ولی عجب ماشینیه این فرمونش. خلاصه دمتون گرم نبود از این گیم پلی خفن تست کیا سراتا که ماشین خوبیه، ولی لاستیکاش خوب نیست. کلی با ماشین تو سالروز داریم. برای تو کامنت ها بگید پارت بچه ماشین باشه و لینک روی کامنت ها توسعات همین ویدیو از جوین شید. و بله کانال ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، به انرژی میدید از این ماشین و بازی بذارم. و تا ویدیو بعد خدا نگهدار. تو کامنت ها بگید چه ماشینی باشه. پارت بعد خدا نگهدار.